دوستانی عزیزی من یه نفر گفته که آیا وجود داره شرکتی که تو پوتا بلوی پوت مونده در ایوان خوروی و مبلغ برکنی. البته خیلی شرکت وجود نداره. در هیچ جا ما هم گفتگی نیستیم که پوتا در بلوی پوت مونده در ایوان خوره. این گپ در هیچ جا گفته شدگی نیست. ما گفتگیم که دوستانی عزیز 3 شگه بگذارید خودتون رجیستراسیون کنید 2 نفر بیارین در 6 ماه یک بار خرید کنید. شما که 2 نفر آورده دوستای عزیز نفرای آوردگی شما خرید میکنن. نفرای آوردگی شما حتمی همین 3 قدم گذشته شما رو باید تکرار کنن. 2 کس بیارن خرید کنن رجیستراسیون شوند. آدمای تگی ویام 2 کس بیارن خرید کنن رجیستراسیون شوند. ای همینجا میبره که شما کمانده میشوید و صاحبی اویلیک میشوید. انمی خیلی کار سر میشود. لیکن بعد که شما 2 کس آورده میتونید پوچتون بالای پوچتون در بالای دیوان خوروید. برای که 2 کسی تحقیقتون حتمی باید آدم بیاره و کمانده شما همه خیلی کلان